سلام رفقا، خوش اومدید به کانال رادیو MMA ریپورت. فرانسیس انگانو زاده 5 سپتامبر 1986 مبارز سنگین وزن کامرونی سازمان UFC و قهرمان فعلی این وزن است. ضربه مشت فوق‌العاده او به عنوان بهترین ضربه مشت در تاریخ UFC شناخته شده است. در 29 مارس 2021 او رتبه پنجم بهترین مبارز UFC را نیز کسب کرده است. انگانو در روستای بتی در کامرون به دنیا آمد و بزرگ شد. او در فقر زندگی می‌کرد و تحصیلات رسمی کمی در بزرگسالی داشت. پدر و مادر انگانو در 6 سالگی طلاق گرفتند و او را برای زندگی نزد عمه‌اش فرستادند. انگانو در 10 سالگی به دلیل کمبود بودجه در یک معدن شن معاصر در بتیه شروع به کار کرد. در دوران جوانی چندین باند خلافکار در روستای خود از او خواستند که به آنها بپیوندند. با این حال او امتناع کرد و در عوض تصمیم گرفت از شرایط منفی پدرش به عنوان یک مبارز خیابانی به عنوان انگیزه برای انجام کار مثبت و پیگیری بوکس استفاده کند. انگانو در سن 22 سالگی علیرغم عدم تمایل اولیه خانواده در رشته بوکس شروع به تمرین کرد. بعد از یک سال به دلیل بیماری تمرین را متوقف کرد. او برای تامین هزینه‌های زندگی خود کارهای عجیب و غریب مختلفی انجام داد تا اینکه در سن 26 سالگی تصمیم گرفت برای پیگیری بوکس حرفه‌ای به پاریس برود. اما با رسیدن به اروپا او به دلیل عبور غیرقانونی از مرز به مدت 2 سال در زندان اسپانیا زندانی شد. بعد زندگی بی خانمانی در خیابان‌های پاریس توسط یکی از دوستانش به فرناندو لوپز و کارخانه هنرهای رزمی ترکیبی معرفی شد. از آنجا که طرفدار مایک تایسون بود و در ابتدا علاقه‌مند به یادگیری بوکس بود، اما لوپز توانایی او را در هنرهای رزمی ترکیبی می‌دید و او را متقاعد کرد که به جای بوکس MMA را امتحان کند. لوپز به انگانو چند وسیله MMA داد و به او اجازه داد بدون هیچ گونه تزیینی در باشگاه رزمی بدنسازی تمرین کند و بدین ترتیب او شروع به کار کرد. رکورد هنرهای رزمی ترکیبی او 16 برد با 12 ناکائوت و 4 تسلیم و 3 باخت با تصمیم داور بود. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیو بعدی، فعلا.